تو بازار فارکس همیشه این سوال مطرح میشه: من اگر این پوزیشن رو باز کنم با توجه به لوریج و قیمت قراره چه مارجینی هم منو درگیر کنه؟ قراره تو این ویدیو جواب این سوالتو بدم که راحت تر بتونی مدیریت سرمایه رعایت کنی. با من همراه باش. برای انجام این کار دوباره ما وارد سایت اینوستینگ میشیم طبق معمول خیلی از ویدیوها، چون امکانات این سایت بسیار زیاد هست و امیدوارم که ویدیوهای قبلی هم دیده باشیم. ما میایم توی قسمت تولز و بعد از اون مارجین کلکولیتر رو میزنیم. ما میخوایم مدیریت سرمایه رو رعایت بکنیم و مثلا یکی از قوانین هستش که شما کمتر از 2% سرمایت رو درگیر هر معامله بکنی. این میشه یه راهش. برای اینکه این رو بسنجی که مثلا 2% شده یا بیشتره و حجم معامله رو بسنجی، اولا که خب این مارجین ریشیو همون لورج هست که مثلا میگم من لورج حسابم 1/100. حالا جفت بر مبنای حسابم بر مبنای دلاره. میام مثلا جفت ارز پوند ین و این حالا من یورو یو اس سی میذارم چون قیمتش رو اینجا خودش داره و من نمیخوام الان برم روی چارت دوباره برگردم. حالا اگر ما یورو یو اس سی رو پیدا بکنیم، این هاش میایم میزنیم مثلا این قیمت رو داره و چرا قیمت عجیب داره نشون، حتی خودش آپدیت میکنه قیمت رو. این که به 1/100 میذاریم. خب ما اندازه پوزیشنمون اگر 1/100 لات باشه اینجا می‌نویسه 1000، چون ما هر یک لات 100,000 تاه. اگر به تبعش ما 2 تا صفر اضافه کنیم میشه 100,000 تا و برای یک لات. پس الان داره برای معامله 1/100 لاتی رو روی یورو یو اس سی با لورج 1/100 روی قیمت 1.1330 محاسبه میکنه. ما کلکولیت رو میزنیم. به همین راحتی میگه که اگر شما یه همچین معامله رو روی این قیمت با این لورج باز بکنی فقط $11 مارجینتو درگیر میکنه. یعنی خیلی خوب. یعنی اگر شما مثلا $200 داشته باشی این میشه تقریبا همون 2%. پس $100 خیلی خوب است برای هر معامله ها. توی هر معامله ما میگیم کمتر از 2% یا 2% از بالانست رو درگیر بکن توی مارجین که این میشه یک معامله درست. پس توی هر بروکری که هستین اشکالی نداره. ما میخوایم مارجین رو محاسبه کنیم. لورج رو اینجا انتخاب میکنین، قیمت خودش میاره جفت ارز وقتی عوض بکنیم. مثلا من فکر کنم پوند ین هم حتی عوض بکنم میاره. حتی این داره پوند یو اس سی میاره چون ما نسبت به دلار داریم میگیم. به نسبت به ببخشید دلار داشتیم میگفتیم. اگه ما نسبت به اون ارزی که میخوایم مثلا ارز ینه، اینجا فکر کنم تو محاسباتش میاد به ین نشون میده که 15.61 ین میشه. پس اینو داشته باشین که ارز حسابتون چی هستش و بعدش خودش میاد محاسبه میکنه. حتی اگر شما پوند ین اینجا بذارین بگین بر مبنای دلار، این در نهایت میاد خودش یه ضرب و تقسیم میکنه و اینجا مثلا روی لورج 1/100 این رو میزنین، میگه خب مثلا $13 میشه. با این لورج بخواید این کارو بکنید که خودش نسبت به یورو یو اس سی خیلی بیشتره، تقریبا 20% بیشتر مارجین رو درگیر میکنه. و میتونیم برای همه چیزو بیاین و اینجا بسنجین چیزایی که حالا جفت ارزها بیشتر هستش. یکی میگه طلا رو چیکار کنیم؟ خب این طلا رو نداره، بیشتر بر مبنای جفت ارزها، چون حالا افرادی هم که میخوان وارد بازار بشن خیلی به این جفت ارزها متکی هستن. ولی اگه برای طلا هست، طلا متفاوت هستش و توی ویدیوهای آینده بهتون آموزش میدیم که ارزش حالا نوساناتش رو بسنجیم. و طلا هم بر مبنای حالا اونس هستش و متفاوت هستش مکانیزم محاسباتش. ممنون از اینکه همراهی کردین. امیدوارم که این ویدیو باعث بشه که مدیریت سرمایه رو راحت تر بتونین رعایت بکنین و به سودهای خوبی برسین. خدا نگهدارتون باشه.